امروز قراره که بهتون چند راز مخفی در مورد کلاس‌های کال آف دیوتی موبایل بهتون بگم که مطمئنا اینو هیچ کس نمیدونه. پس حتما تا آخر ویدیو همراه من باش و این ویدیو رو ببین. بچه‌ها به هیچ عنوان ویدیو رو از دستش ندید. بچه‌ها بریم سراغ اولین کلاس که کلاس مکانیکه. شما با استفاده از این کلاس و یه دونه کلاس یا همون راجع چند تایی رو شما می‌چسبونید به پهپاد که دارین اینا می‌بینید، یا همون کلاس مکانیک. و زمانی که شما این کارو کردید اگر انمی در شوهای شما باشه سریعا این پهپاد میره سمت انمی و انمی ها رو منفجر میکنه. اگر خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایکش کنید بچه‌ها، و اگر کال آف باز هستید حتما چنل رو سابسکرایب کنید. بریم سراغ آموزش بعدی. بچه‌ها این آموزش مربوط به کلاس اسکات. اگر شما اینو بچسبونید به چاپر وسیله نقلیه داخل کال آف و باش هر جا برید داخل نقشه دارین می‌بینید جای انمی رو به شما میگه و به سادگی شما میتونید برید انمی ها رو غافلگیر کنین و بزنین، چون اینجوری مثل چیت عمل میکنه. برای بچه خفن اگر کاربردی بود واسهتون حتما این ویدیو رو لایکش کنید و داخل کامنت ها بنویسید میدونستید یا نه. سابسکرایب هم فراموش نشه. کلی ویدیو آموزشی در مورد کال آف داخل چنل هم هست.